عالم یوسف محمد شریف 25 ساله دوشنبه تاجیکستان دوشنبه هستم. ما وقتی که برای ما فهمیدیم برای خاطری که دولت اسلامی های همین خاطر انشاءالله آمدیم. ما در روسیه کار میکردیم، ترویکا کار میکردیم، در پاکستان کار میکردیم، با ترکیه سوریه گذشتیم و در اومدیم. خب تاریخش کی؟ مکانش نه کی دقیقا؟ نمیدونم. 9 ماه پیش. نمیدونی؟ 9 ماه پیش. ما ذكر تاريخ قبلش قد 9 ماه پیش. 9 اشهر. قبل 9 اشهر. بعدها نكمل الدوره في المعسكر وين راح؟ بعد از اینکه آموزش تموم کردی کجا رفتی؟ تمام سوریه وای میکردیم، میگشتیم با پاردارو را یکون کمبود میشتی و دام میکردیم. کجا رفتی بعد از تموم کردی؟ دامی رقه زندگی میکردیم. خب میدونم تموم کردی برگشتی رقه؟ ولی برو جانم بدی رقه. بعدش کجا رفتی؟ تمام دامی زندگی میکردیم. اونجا مدید؟ يقول بقينا المدينة رقه. زين. شلون دخل العراق؟ چطور وارد عراق شدید؟ ابوالولید میدونیست که من نمیدونم اولیه. خب میریم عراق تماشا میکنه. وقتی که داخل سوریه در آمده. خب چطور وارد شدید؟ از سوریه عراق ماشین پیاده؟ ماشین. خب چند نفر بودی شما که وارد شدید؟ بود در پیکاپ 5 کس بود، دقیقه بود آدم.